سلام، چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جایی که هستید. چند روز پیش یه مشتری اومد سمت ما، یه پروژه اومد سمت ما، یه مشکل خیلی عجیب داشت. گفتم یه ویدیو بگم در موردش گپ بزنیم و صحبت کنیم، از توش هم یه سری چیزای آموزشی احتمالاً در بیاد. مشکلی که روی این سایت وجود داشت چی بود؟ یه فرمی بود که حق عضویت باید کاربر پرداخت میکرد. یعنی یه فرمی رو پر میکرد، یه مبلغی رو میرفت درگاه پرداختیش رو انجام میداد و برمیگشت و عضویتش انجام میشد. فرم اوکی بود، فرم ثبت میشد، میرفت درگاه کاربر پرداختی رو انجام میداد و برمیگشت، یعنی پول از حساب کاربر برداشت میشد. ولی بعد از چند دقیقه پول برگشت میخورد به حساب کاربر. این برای ما خیلی عجیب بود و ما میدونستیم که مشکل سورس کده، چون معمولا این مشکلات سمت سورس کده و اگر حالا درگاه مشکل داشته باشه کلا پرداختی هم انجام نمیشه. اومدیم سورس کد رو بررسی کردیم و دیدیم که بله، سورس کد مشکل داره و دیولپر مجموعه اومده روی اون پارامترایی که از درگاه پرداخت برمیگرده فقط یکی از اون پارامترایی که استاتوس رو برمیگردونه رو معیار قرار داده و گفته که خب این استاتوس اوکیه، پرداخت انجام شده و بقیه کارا رو میرفت انجام میداد. در حالی که باید بعد از اینکه پرداخت انجام شد و اون پارامتر برمیگرده، یه شماره تراکنش یونیک نامبری وجود داره که شما باید اعتبار سنجی انجام بدید و دیولپر اون مجموعه اعتبار سنجی انجام نمیداد. بانک هم فکر میکرد که این تراکنش تسته و مبلغ به حساب کاربر برمیگشت و خیلی ساده ما کد رو ریفکتور کردیم. یک مرحله قبل از اینکه حالا اون اقدامات بعد از اینکه پرداخت انجام بشه، یک مرحله اضافه کردیم که ولیدیشن انجام بشه روی اون تراکنش و خیلی ساده پروژه انجام شد. گفتم این موضوع رو بگم که آره، به این صورت کلا درگاه‌های پرداخت شما یه سری پارامترها باید ارسال کنید که شامل حالا اطلاعات خریدار، مبلغ تراکنش و یه سری پارامترهای اضافه و اکسترا باید بفرستید که وقتی برمیگرده اونا رو هم هندل کنید. برای مثلا اوردر آیدی رو میفرستید و برمیگرده و در نهایت هم اون اکشن ها انجام میشه. امیدوارم که به کارتون بیاد حداقل این تجربه‌ای که ما داشتیم و سعی میکنم توی ویدیوهای بیشتر، ویدیوهای بعدی یعنی سعی میکنم تجربه‌های این چنینی رو بیام بگم و خیلی خوشحال میشم که اگر فیدبکی دارید، اگر فکر میکنید که بهتره، به هم تو کامنت ها بگید. اگر نقطه ضعفی دیدید یا اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست سوال کنید. من سعی میکنم حتی سوال ها رو هم جواب بدم، حتی اگه تجربه محور نباشه و تجربه‌مو توی اون زمینه بهتون بگم. خلاصه خیلی ممنونم که تا انتها دیدید. اگر ویدیو رو از یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید، اگر ویدیو رو از اینستاگرام میبینید فالو کنید. خیلی ممنون، خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.